حالا گوش کردم نماده سامانه همینجا هسته همینجا اینجا برو ما وقتم گپ دارم اینجا برو. رد و بدل رئیس فرودگاه خوجند قربان علی مردان با نماینده شرکت هواپیمایی سامان ایر در نشست خبری. بحث بر سر نرخ بلیط سفر از خوجند به دوشنبه صورت گرفت. زمانی که روزنامه‌نگاران درباره امکان دادن سبوکی به دانشجویان و اعضای دیگر جامعه به ویژه در فصل زمستان سوال دادند. در 2 ماه آخر بنابر برفریزی زیاد رواهای ساکنان از راه زمینی دوشنبه چناق دشوار گشته است. در حقیقت خط سیری که ما اجرا میکنیم بین شهر خوجند و پایتخت کشورمان شهر دوشنبه، این خط سیر خصوصیت تجارتی ندارد. این خط سیر دارای خصوصیت اجتماعی است و ارزش اصلی اجرای خط سیر از درآمدی به دست آمده زیاد میباشد. یک مسئله دیگر رو ذکر کردنی هستم که در زمستان برای تامین بخطری پروازها ما محلول ضد یخبندی استفاده میبریم که خیلی نرخ آن گران میباشد. از همین سبب ما تخفیف ما چی قیمت کرده میرم دیر ما میزنیم شما خریده نمیرین که خواه ما یک وقت شما در قیمت کرده ما شما در 70-80% ما سیتکه دادیم شما را چی دروغ میگی ما جا این گران است نکنه دروغ میگی تو ما رو تهمت کرده سیده اینجا چون گم میزنید دادشم. شرکت ایرس متصدی نگاهبین و جمع‌آوری پول در راه دوشنبه چناق از آغاز فصل زمستان قریب هر روز درباره محدودیت سفر در راه خبر می‌دهد. بارش با شدت برف و فرآمدن ترمه یا بهمن حرکت نقلیات را در این مسیر گاه مشکل و خطرناک می‌سازد. شخصانی که با نرخ ارزانتر می‌خواستند از راه ماشین‌رو سفر کنند، ناچار با ارزش صدها سامانی بلیط هواپیما می‌خرند. نرخ بلیط هواپیما در زمستان از 600 تا زیاده از 700 سامانی بالا رفته است. مسئولان فرودگاه خوجند گفتند در این روزها به شرکت‌های مسافربر امتیاز می‌دهند تا مردم سرسان نگردند. ما برای سامانه تخفیفی خدمتگزاران دادگیم. مثال در وقت ما باید که انیا چارتر قبول کنیم ما امروز چارتر قبول نمیکنیم یا دیگه چهارت میمونه پنجت میمونن اگه بزرگانی هست اینا البته برای که رسخاش هم کم نشه زیاد نشه یا البته باید که همین بازار برداشت جمع کنم یا کم کنم اما خیلی یا اگه تخفیف من این مردکای خوب میکنم ما دادن نمیتونیم تخفیف ما 20% حکومت جمهوری اسلامی کم کردن با غیر ما خودی و مثلا شرکتی هواپیمای وطنی گفته ما یارا قریب 70-80% ما یارا چیز دادگیم تخفیف دادگیم. در تاجیکستان 2 شرکت هواپیمایی تاجیک ایر و سامان ایر کار میکنند. سامان ایر بزرگترین شرکت هواپیمایی خصوصی در تاجیکستان است ولی انتقاد مسافران از کار و خدمت رسانی آن کم نیست. در چند سند و گزارش‌های تحقیقاتی حسن اسدالله زاده خویشاوند پرزیدنت تاجیکستان مالک سامان ایر نامبر شده است. مقامات تاجیکستان در ماه ینور امسال خبر دادند که شرکت نوی هواپیمایی با نام شاهین ایر ثبت نام شده است و قرار است امسال پروازهایش را آغاز کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.